چرا آدم زن خودش را از دیگر زنها پس می شمارد؟ یک شخص پیش یک عالم بزرگ آمد و گفت وقتی که من زنم را پیش از توی انتخاب کردم، همین طور فکر می کردم که الله مثل همین زیبا یگان کسی را خلق نکرده است و هنگامی که به او پیام نکاح روان کردم و عقد و نکاح کردیم، من گمان می کردم که بسیار هست زنهایی که مثل همین زیبا هستند. هنگامی که توی کردم با او، احساس می کردم که بسیار زنها هستند که از این هم زیباتر هستند. وقتی که چند سال زندگی کردم با او، احساسم همین شد که همه زنهای دنیا از این زیباتر هستند. این عالم بزرگ گفت اگر تو همه زنهای دنیا را گیری هم، سگهایی که در راه میبینی در نظرت از اونها زیباتر می نماید. این شخص حیران شد و پرسید شما برای چی این طور گفتید؟ این عالم بزرگ گفت برای اینکه اینجا عیب در زن تو نیست. مسئله این است که انسان حریص وقتی که ترس الله از دلش دور می شود و چشمانش را حفاظت نمی کند، چشمهای گرسنه او را بغیر از خاک قبر یگان چیز سیر نمی کند. ای انسان، اصل مسئله تو این است که تو از حرام کرده های الله چشمهای خودت را حفاظت نمی کنی. آیا عمل برای تو نگویم که زنی تو برایت همچون روز اول محبوب گردد؟ این شخص گفت حتما بگویید. این عالم بزرگ گفت چشمهای خودت را حفاظت کن، برای اینکه الله مهربان می فرماید ای نبی صلی الله علیه و سلم، برای اهل ایمان بگو که چشمها و شرمگاه خود را حفاظت کنند، این برای آنها پاکیزگی است و هر کاری که شما میکنید الله از او خوب خبردار است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این ویدیو را نشر کنید، شاید که به سبب یک نشر شما در دل کسی تأثیر کند و در ثواب شریک شوید.